با عرض سلام خدمت همه مردم ایران. آقا یه بار بیایم جریمه اتباع رو تموم کنیم. ایران با 17 و خورده میلیون اتباع بیگانه، اصلا اتباع خوب و بدش که ولش کن که جریمه 70% اتباع دارن این جریمه انجام میدن. ایران ظرفیت نگهداری و زیر ساخت نگهداری اتباع رو نداره و نمیتونه نگه داره. ما همین الان کسی آب داریم، برق داریم، گاز داریم و بیکاری جوونا رو داریم، خانواده هاشون داریم و 3 شهر اصلی ما داریم تو ایران که نظامی ها میدونن به نام مثلث اتباع شناخته شده که شهرهایی مثل ورامین، پایدشت و پیشوا هست و مثلث اتباعی ایران حساب میشه. بیشتر این جرایم داره. دوم، خیلی جرایم بزرگ اینا انجام میدن و قابل ردگیری خیلیاشون نیستن. خیلی ها رو حالا دستگیر میکنن، اما من خودم به عین شاهد جرایم خیلی بدشون بودم که فردی بعد از 15 سال زنش آتیش زده و خودم دستگیرش کردم. فردی 24 ساله برای گرفتن یه گوشی از یه خانوم چنان زده بود که نصفی از بدنش پاره شده بود. این نیمی از جرائمه. یعنی من میتونم به عینه قسم بخورم اگر جرایم اتباع رو بیان روزانه اعلام کنن و توی شبکه اعلام کنن 6